خوب چند سال شد موماجان با کار نوپزی مشغوله؟ قریب 20 سال 25 سال میشود که ما با همین کار مشغول. خوب نه یکم نفر خطی کی خطی هر خطی نه. او هم همراهتون 25 سال شد. وای وقت کمی هردمان بخطی. اصلا مشتریاتون کیه چگونه نون میپزین؟ همون یعنی چی کلو خیلی همین بگن همه میدونه که همین جدا مونون میپزین میشنشن میگی خیلی چیه یه روز چند قوبچه وای ارده چی میکنی خاله جون؟ خیلی سودا باشه ده قوبچه را میزنم سودا نباشه یک قوبچه را یک قوبچه را؟ اصلا مشکل نیست خاله جون کاری مشکل نیست؟ ما مختشدیم شوهرمون ها خیلی دایی 20 سال 25 سال خیلی کوی ما هموشیده یه روز چقدر مبلغ سودا میکنی؟ خیلی 250 تا سودا میکنی یعنی چند سومون ارزش داره حاضر؟ 2 دلار میکنیم 3 سمی ها؟ توی معرکه آدم اصلا او از آکاس کنم میکنیم توی معرکه آدم زاکاس میتن میپذیم یا میگرم میرانه خود میپذیم میخره یعنی 2 نفر مادر دختر بگیم که 25 سال شد فعالیت دارین تمام کلوب شما را میشناسن میدونن شلوکو و ایتون کجا میان نون بگیرن میرون در کلوب با کدام نام مشهورید اصلا خلا؟ در نامپزی یعنی که شما را چگونه میشناسن؟ میآیند نمیجا میبینن من میشنشن